سلام علیکم. ما که انتظار نداشتیم شما بیایید و به زحمت بیفتید، به هر حال قدردانیم. ما هم در خدمت شما عزیزان هستیم. افتخار ما وجود قهرمانانی مثل شماست و حفظ و امنیتی که شما برای کشور ما ایجاد کردید همیشه افتخار آفرین و غرور آفرین بوده. خدا شما رو برای مردم عزیز کشورمون حفظ کنه انشاءالله. این که آدم با غرور داره از کشورش، از مردمش دفاع میکنه، باعث زینتی، باعث افتخاری و باعث امنیتی. ما هم به شما افتخار میکنیم انشاءالله که به سلامت برگردید شما. یا هست از طرف رادار پراکنده هوایی اصفهان همگی سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما. قربان ما خیلی مفتخریم که صدای شما رو میشنویم برای چنل. سلام علیکم. ما که انتظار نداشتیم شما بیایید و به زحمت بیفتید، به هر حال قدردانیم. ما هم در خدمت شما عزیزان هستیم. افتخار ما وجود قهرمانانی مثل شماست و حفظ و امنیتی که شما برای کشور ما ایجاد کردید همیشه افتخار آفرین و غرور آفرین بوده. خدا شما رو برای مردم عزیز کشورمون حفظ کنه انشاءالله. این که آدم با غرور داره از کشورش، از مردمش دفاع میکنه، باعث زینتی، باعث افتخاری و باعث امنیتی. ما هم به شما افتخار میکنیم انشاءالله که به سلامت برگردید شما. یا هست از طرف رادار پراکنده هوایی اصفهان همگی سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما. قربان ما خیلی مفتخریم که صدای شما رو میشنویم برای چنل. سلام علیکم. ما که انتظار نداشتیم شما بیایید و به زحمت بیفتید، به هر حال قدردانیم. ما هم در خدمت شما عزیزان هستیم. افتخار ما وجود قهرمانانی مثل شماست و حفظ و امنیتی که شما برای کشور ما ایجاد کردید همیشه افتخار آفرین و غرور آفرین بوده. خدا شما رو برای مردم عزیز کشورمون حفظ کنه انشاءالله. این که آدم با غرور داره از کشورش، از مردمش دفاع میکنه، باعث زینتی، باعث افتخاری و باعث امنیتی. ما هم به شما افتخار میکنیم انشاءالله که به سلامت برگردید شما. یا هست